سرشناس‌ترین اعدام شدگان بعد از انقلاب 57. کریم دستمالچی از اعضای فعال جبهه ملی که از بازاریان معروف تهران بود و با حمایت مالی گسترده خود به شکل‌گیری انقلاب 57 کمک زیادی کرد. از جمله کمک‌های او خریدن ویلایی برای خمینی در فرانسه بود. همچنین هواپیمای حامل خمینی را که بختیار تهدید به ساقط کردن آن کرده بود را اجاره کرد. او در نهایت در تیر ماه سال 1360 مفسد فی الارض شناخته شد و اعدام شد. امیرعباس هویدا نخست وزیر، فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش و اولین وزیر زن ایرانی که خلخالی به بدن بیجان او رحم نکرد و بعد از ناموفق بودن اعدامش او را تیرباران کردند. عباسعلی خلعتوری وزیر امور خارجه دولت امیرعباس هویدا، غلامرضا کیانپور وزیر اطلاعات و جهانگردی و دادگستری کابینه هویدا و آموزگار، غلامرضا نیکپی شهردار تهران، منوچهر آزمون وزیر مشاور وزیر کار رئیس خبرگزاری پارس، محمود جعفریان مدیرعامل سازمان رادیو تلویزیون ملی و قائم مقام حزب رستاخیز، پرویز نیکخواه مدیر واحد مرکزی خبر تلویزیون، غلامحسین دانشی نماینده روحانی آبادان در مجلس شورای ملی، محمدرضا عاملی تهرانی وزیر اطلاعات و جهانگردی، منصور روحانی قزوینی وزیر برق و کشاورزی، عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، علی حجت کاشانی رئیس سازمان تربیت بدنی، یوسف خوشکیش مدیر کل بانک مرکزی، شهریار شفیق خواهرزاده محمدرضا شاه که در شهر پاریس پس از آخرین دیدارش با مادرش شادخت اشرف پهلوی ترور شد. ارتشبد نعمت‌الله نصیری سومین رئیس کل ساواک، ارتشبد غلامعلی اویسی پس از حکم خلخالی در خارج از کشور ترور شد. سپهبد نادر جهانبانی ژنرال چشم آبی ملقب به عقاب ایران، به قول خود خلخالی در زمان محاکمه حتی خلخالی را آدم به حساب نیاورد و کوچکترین اعتراضی به حکمش نداشت. سپهبد امیرحسین ربیعی او آخرین فرمانده نیرو هوایی بود. سپهبد مهدی رحیمی رئیس شهربانی و آخرین فرماندار نظامی تهران، او در هنگام اجرای حکم سلام نظامی داد و فریاد جاوید شاه و پاینده باد ایران را سر داد و مرگ را شجاعانه پذیرفت. سپهبد ناصر مقدم چهارمین و آخرین رئیس کل ساواک، سپهبد حسین رستگار نامدار فرمانده لجستیک ارتش شاهنشاهی ایران پس از انقلاب اسلامی دستگیر و در سال 1360 به اتهام اعتقاد به بهائیت توسط صادق خلخالی اعدام گردید. سپهبد فخرالدین مدرس
رئیس دادرسی ارتش. سپهبد مصطفی امجدی، مدیر کل اداره سوم ساواک، معاون نخست وزیر و رئیس سازمان تربیت بدنی. سپهبد امیر فرهنگ خلعتبری، فرمانده مرکز پیاده شیراز، معاون فرمانده نیروی زمینی. سرلشکر رضا ناجی، سرلشکر نیروی زمینی شاهنشاهی ایران و فرماندار نظامی استان اصفهان و فرمانده مرکز توپخانه و موشک‌های اصفهان. سرلشکر منوچهر خسروداد، فرمانده هوانیروز. خسروداد قبل از تیرباران اجازه بستن چشمهایش را نداد و خودش حکم تیر را صادر کرد و شجاعانه مرگ را پذیرفت. سرلشکر حسن پاکروان، دومین رئیس کل ساواک. سرلشکر علی اکبر یزدجردی، فرماندار نظامی مشهد. سرلشکر علی نشاط، فرمانده گارد شاهنشاهی. سرلشکر علی اصغر دهپناه، فرمانده نظامی فارس و فرمانده مرکز آموزش پیاده نظام شیراز. سرلشکر ولی الله زند کریمی، رئیس اداره زندانها. سرتیپ حسین همدانیان، رئیس ساواک کرمانشاه. سرتیپ جلال سجده‌ای، چهارمین رئیس کمیته مشترک و ضد خرابکاری. سرتیپ فضلالله ناظمی، فرمانده تیپ 2 لشکر پیاده گارد. سرهنگ امیر افتخارمنش، فرمانده لشکر گارد قصر. سرهنگ محمد باقر لطیفی تهرانی، فرمانده واحد مهندسی گارد شاهنشاهی. سرهنگ جلال بدیعی، رئیس ساواک قم. سرهنگ مصطفی زمانی، رئیس زندان قصر در سالهای 1352 تا 1355. سروان منوچهر وثوقی، محافظ کاخ نیاوران. محمد هراتی، بازرگان، کارآفرین و سیاستمدار و مؤسس کارخانجات نساجی درخشان هراتی یزد و نماینده یزد در مجلس شورای ملی. رحیم علی خرم، کارآفرین و از سرمایه‌داران تهران بود. او مالک پارک خرم، پارک ارم فعلی، شامل شهربازی و باغ وحش و کازینو بود. حبیب الله القانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران، کارآفرین و سرمایه‌دار بزرگ ایرانی بود. او نخستین بنیانگذار شرکت‌های پلاستیکسازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم در ایران بود. از او به عنوان یک خیر نیز نام می‌برند. وی یکی از نخستین غیرنظامیان و نخستین یهودی اعدامی پس از انقلاب 57 ایران بود. وی در روز 27 بهمن 57 در تهران بازداشت شد و در بهار 58 پس از دادگاهی که در 20 دقیقه برگزار شد، در زندان قصر توسط صادق خلخالی اعدام شد. تمام اموال و کارخانه‌های او و خانواده‌اش نیز در جریان مصادره‌ها به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد. اعدام القانیان در مهاجرت گسترده یهودیان ایران تأثیر بسیار زیادی داشت. خلخالی همچنین به پریبلنده، ثریا ترکه و اشرف چهارچشم، خانم رئیس‌ها و کارگران جنسی شهر نو هم رحم نکرد و آنها را به جرم فحشا و فساد تیرباران کرد. مهدی بلیغ، مشهور به آرسن لوپن ایران، یک دزد و خلافکار ایرانی بود
که بیشتر کارهای غیرقانونی خود را در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی انجام داد. او در یکی از این کلاهبرداری‌های هوشمندانه خود کاخ دادگستری تهران را به یک کشاورز ساده‌لوح فروخته بود. سید جواد ذبیحی مؤذن و مداح، نوحه و مناجات خوان در مراسم مذهبی اهل بیت و خواننده آوازهای اصیل ایرانی بود. پس از انقلاب از آنجایی که مورد خشم انقلابیون و تندروهای مذهبی قرار گرفته بود، ذبیحی مدتی به زندان افتاد. او پس از چندی به دستور آیت الله خمینی آزاد شد، ولی پس از آزادی در تیر ماه 1359 به شکل فجیعی یعنی تکه تکه شده هم به قتل رسید. خلخالی بعدها گفت که حکم اعدام سید جواد ذبیحی را صادر کرده بود. از شما ممنونم که تا اینجای مستند همراه ما بودیم. ما در کانال تاریخ مدیا سعی داریم در زمانه‌ای که مردم بیشتر در فضای مجازی هستند و کمتر کتاب می‌خوانند، ناگفته‌های تاریخی را بدون سانسور به تصویر بکشیم. ممنون میشم با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله از ما حمایت کنید.